در حالی که فضای مجازی پر شده از محتوای زرد و به درد نخور، پیاده روی استاد شهرام گودرزی ثابت کرد حقیقت نه نیازی به طلاکاری داره، نه زرق و برق، نه حتی تبلیغ. کسی که پیج اینستاگرام هم نداره امروز محبوب ترین چهره فضای مجازی شده. شعارش ساده است: رفتن به دیدار انسانیت، و در اوج سادگی میلیون ها ایرانی رو شیفته خودش کرده. مردی که سالها از عمرش رو صرف ساختن مجسمه کوروش کرد، حالا 1200 کیلومتر پیاده قدم برداشته تا به دیدارش بره. با اینکه مسئولین باهاش بد برخورد کردن و کارگاهش رو پلمب کردن، ولی محبوبیتی به دست آورد که همه رو شوکه کرد. استاد شهرام گودرزی در 50 سالگی مزد همه تلاش‌هاش رو گرفت. سعی کرد نام کوروش رو زنده نگه داره و نام خودش در تاریخ ماندگار شد. او آغازگر راهیه که ما باید ادامه بدیم و هر سال 7 آبان خودمون رو به پاسارگاد و آرامگاه کوروش برسونیم. پس این پست رو تا میتونی برای بقیه بفرست تا امسال 7 آبان بزرگترین گرد همایی ایرانیان رو در کنار آرامگاه کوروش بسازیم. و اگه تو هم به احترام کوروش بزرگ و استاد گودرزی قلبت میتپه، همین حالا لایکو بزن و پیج عجایب فکت رو فالو کن.